الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سروران گرامی و حضار ارزشمند، همه من و شما از سخنان زیبای مولانا زکریا که در رابطه با موضوع دین و عمل بر دین بود استفاده کردیم. دقایق مختصری در خدمت شما هستم و بعد از آن انشاءالله همه من و شما استفاده می کنیم از نصایح و سخنان ارزشمند حضرت شیخ الاسلام حفظه الله تعالی. حقیقتاً دین را که الله عزوجل که بزرگترین نعمت الله هم هست و به وسیله بهترین انسانها، مقدسترین بندگان، انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات برای بندگان خودش فرستاده. موضوع دین چیه و هدف دین چیه؟ چرا الله عزوجل به ما دستور داده، به انسانها و به بندگان خودش دستور داده که به دین عمل بکنند؟ عزیزان، اصلش موضوع دین و هدف دین، موضوع اصلیش اینه که انسان موفق بشه، انسان کامیاب بشه، انسان به فوز و فلاح ابدی و همیشگی برسه. اما این موفقیت و این کامیابی، این عزت و سربلندی در کجا؟ فقط در آخرت؟ موضوع اصلی موفقیت در آخرت است. اما موضوع دین تنها این نیست که ما از نظر اخروی موفق بشیم، از نظر اخروی زندگی خوب داشته باشیم، زندگی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، زندگی که در اون زندگی همه چیز وفق مراد پیش بره و اونجا رضایت پروردگار باشه. اون اصلش همونه. اما عزیزان، حقیقتش اینه که عمل کردن، عمل کامل، عمل صحیح بر دین سبب موفقیت، سبب عزت در دنیا هم هست. یعنی وقتی که مسلمانان، وقتی که انسانها بر دین عامل باشند، بر دین پایبند باشند، به احکام الله عزوجل پایبند باشند و دستورات رب سبحانه و تعالی، در همین دنیا بوی از بهشت به مشامشون میرسه. در همین دنیا محبت پیدا میشه، اعتماد پیدا میشه، سکون و آرامش میاد،
امنیت میاد، اطمینان میاد. در همین دنیا اصلا نمونه از بهشت را خواهند داشت. دین فقط برای این نیست که انسان در اون دنیا موفق بشه. چرا؟ اون اصله، چون زندگی اصلی اونه، زندگی همیشگی اونه. اصل رضایت پروردگاره که در این دنیا و در اون دنیا نصیب انسان بشه. اما وقتی که آیات قرآن مجید را بررسی میکنیم و آیات نورانی و زیبای پروردگار را میخوانیم، میبینیم که الله تعالی فرموده اونهایی که بر دین عاملند، پایبندند، تقوا را در نظر میگیرند، به کتاب خدا عمل میکنند، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات آسمانی و زمینی را بر اونها میگشاییم. در جای دیگه در رابطه با عمل بر کتابهای آسمانی الله میفرماید لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، کسانی که پایبند کتابهای آسمانی باشند، پایبند دستورات رب العالمین باشند، خدای عزوجل چنان برکات و چنان رحمت بر اونها سرازیر میفرماید که از هر جهت رزق و روزی و خیر و برکت است. اما متاسفانه ما بندگان هستیم که مشکل داریم، ما انسان ها هستیم که مشکل داریم، ما باورهایمون ضعیفه، ما به خیلی چیزهای مادی باور داریم. بسیاری از بوتها هستند و دواها هستند، گل و گیاها هستند که ما به تأثیرشون خیلی اعتقاد داریم، باور داریم. حتی در رابطه با تأثیر اینها از هزاران سال پیش در طب یونان گفته شده، هنوز ما باور داریم قبل از ولادت مسیح علیه السلام، عیسی علیه السلام. ما مثلا وقتی که گفته میشه گل گاو زبان فلان تأثیر را دارد، گل ختمی فلان اثرات را دارد، فلان گل فلان و فلان بوته فلان تأثیر را دارد، یا خاصیتش سرده یا گرمه یا ضد عفونیه، ما اصلا تو شک نداریم، باور داریم. اما وقتی که در قرآن و سنت گفته میشه که اعمال چنین تأثیراتی دارند، اعمال خوب این تأثیرات خوب را دارند، اعمال بد و گناهان این تأثیرات منفی را دارند، ما باورمون ضعیفه. حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یکی از بزرگان ما هست، ایشون کتابی که اسم کتابشون جزاء الاعمال از کتابی را ترتیب دادند و نوشتند که تأثیر تمام اعمال را در پرتو قرآن و سنت، که از قرآن و سنت معلوم میشه که این اعمال چه اثرات نیکی یا چه اثرات بدی دارند، همه را جمع آوری کرده که از اون بالاخره آیات و احادیث معلوم میشه که خیلی از شرایطی که ما در دنیای امروز داریم به سبب همون اعمال هست. مثلا قحطی، مثلا کساد بازار، گاهی میبینیم یک حاکم ظالم و جابر بر انسان مسلط میشه، گاهی میبینیم اختلافات درونی زیاده، گاهی میبینیم امنیت نیست، گاهی میبینیم فتنه و خونریزی زیاد هست، گاهی میبینیم فلان مشکل هست. همه و همه بر میگرده به اعمال انسان، به خوب و بد انسان. عرض کردم ما بر مسائل مادیش خیلی باور داریم، اما معنویش باور نداریم. الله عزوجل در قرآن کریم فرموده و من یشاقق الرسول من بعد ما تول من یشاقق الرسول نوله ما تولی و نصله جهنم. هر کسی که مخالفت بکنه با الله، یعنی احکام الله و دستورات رسول الله صلی الله علیه وسلم، او را به حال خودش میگذاریم، او را به خودش میسپاریم. عزیزان ببینید که در دنیا یک قومی که مولانا زکریا هم ذکرش را کردن، یهود، یه روزی بهترین قوم بودند. قرآن میفرماید و انی فضلتکم علی العالمین، بر همه جهانیان شما را برتری دادم.
همین یهود اینها نوادگان انبیاء الهی هستند. در تفاسیر نوشتند که بین سیدنا موسی علیه السلام و سیدنا عیسی علیه السلام حداقل 4000 پیامبر که همه آبا و اجداد یهود مبعوث شده و فرستاده شده. نسل در نسل اینها پیامبر بودند و اینها از اولاد همون پیامبران بودند. اما ببینید که خدای عزوجل با هیچ کسی رو در بایستی ندارد. فلاح ما، رستگاری ما، موفقیت ما بر اساس حسب و نسب نیست. ما فلان نسبت را داشته باشیم، ما امت فلان پیغمبر باشیم، ما نبیزاده باشیم، پیرزاده باشیم، آقازاده باشیم، نه، این نسبت ها هیچ تأثیری ندارد. الله عزوجل همین قوم را وقتی که ذکر می‌فرماید نعمت های خودش را می‌فرماید اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، به اون عهد و پیمانی که با من بستید به اون پایبند باشید تا من هم بالاخره به اون عهدی که با شما دارم که عزت دنیا و آخرت است. در آیات دیگه هم هست که میثاق بنی اسرائیل ذکر شده و خدا میفرماید در دنیا و آخرت عزتتون میدم. من به اون عهدم وفا خواهم بود. یعنی کار ندارم که شما انبیا زاده هستید. اونها میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما محبوبان خدا هستیم، ما مقربان خدا هستیم، چون ما فرزندان مقربان خدا هستیم. الله میفرماید نه، اوفوا بعهدی اوف بعهدکم. این قوم وقتی که پایبند نشدن به اون عهد، وقتی که عمل نکردن به اون عهدی که الله عزوجل فرموده بود، آخر نتیجه این سوء عمل، نتیجه این بدبختی اون که در آخرت هست، الله بهتر میدوند که چه شرایط سختی برای اونهاست. اما در همین دنیا الله میفرماید و ضربت علیهم الذلة والمسکنة و باءوا بغضب من الله. ذلت و مسکنت و خاری و بدبختی و خشم و غضب الهی متوجه این قوم شد. اینها وقتی که به عهد عمل نکردند، وقتی که پایبند نشدند. عزیزان، الله عزوجل به اعمال ما نگاه می کند. الله تعالی به عمل کردن به فرامین الهی نگاه می کند. چقدر ما پایبند هستیم. ببینی وقتی که مسلمانان در صدر و صحابه در صدر اسلام عمل کردند، قبل از اسلام فرصت من کمه، قبل از اسلام صحابه چی بودند ما شنیدیم و خواندیم بارها از زبان علما. اما وقتی که به دین عمل کردند، وقتی که خودشون را سپردند به دستورات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، یه جماعتی که بسیار اندک بودند. در احادیث ما داریم 3 بار آن حضرت صلی الله علیه و سلم سرشماری کردند، فرمودند شما بشمارید جمعیت ما چند نفر است. یه بار شمردند 500 نفر بودند، یه بار دیگه شمردند بین 600 تا 700 نفر بودند، یه بار دیگه شمردند 1500 نفر بودند. این در مدینه طیبه بود. با این جمعیت جایی نداشتن، پناهگاهی نداشتن، هی مشوره میکردن کجا بریم، یه روزی حبشه، یه روزی جای دیگه، تا اینکه به مدینه طیبه، به یثرب اون زمان رفتند. اما همین جماعت، همین گروه وقتی که خودشون را، فرق اونها با ما چیه؟ اینه که اونها خودشون را کاملا به داعی اکبر، به دانای بزرگ، به نبی معصوم علیه السلام سپردند. هر چی که رسول الله می گفت عمل می کردند. آخر اونها به کجا رسیدند؟ سبحان الله. شرق و غرب، 2 تا ابرقدرت بزرگ، ایران و روم اون زمان، به زانو افتادند در مقابل همین جماعتی که یه روزی میگفتن 600 نفریم، 700 نفریم، 1500 نفریم. اینها عزیزان تمام دنیا را، بر تمام دنیا مسلط شدند.
به برکت چی بود؟ برکت اونها در چی بود؟ و بیچارگی ما در چی هست؟ امروز جمعیت ما را نگاه بکنید، ده ها کشور در اختیار ما هست. بهترین سرمایه های دنیای امروز که نفت و گاز و بقیه معادن باشه در اختیار ما مسلمانان هست. اما چه چیزی اونها را متمایز میکنه از ما؟ چه چیزی اونها را به این جایگاه بالا و برتر رساند؟ و چه چیزی باعث شده که ما نه اینکه تأثیر گذار نیستیم از اعمال ما؟ سبحان الله، چقدر فرق بین اعمال ما اینجور هست. اعمال ما، اعمال حکام ما، اعمال پادشاهان ما، اعمال راعی و رعیت، که مردم از دین بیزار میشند، مردم از دین فرار میکنند. الله پناه بده گاهی اعمال ما سبب میشه که کسی به طرف دین تمایل نشان نده، به طرف اسلام نیاید. اما اعمال صحابه باعث میشد صحابه با زور شمشیر اسلام را به دنیا نبردن. امروز بزرگترین کشورهای اسلامی از نظر جمعیت کشورهای اندونزی و مالزی هستند که مورخین میفرمایند در این کشورها حتی یک شمشیر هم زده نشده. صحابه چند تا مغازه‌دار و چند تا تاجر از صحابه اینجا سفر کردند، اما وقتی که مردم دیدند اون درستی را، اون عمل را، اون اخلاق را، اون صداقت را، اون صفت فرشتگونه را، وقتی که مردم مشاهده کردند، رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه وارد دین می شدند. این مسائل باعث شد که اونها بالاخره این تأثیر را در عالم داشته باشند. اما تأثیر ما را ببین که مسلمانان خود ما هر روز العیاذ بالله بیزار میشند از دین. مسلمانان و مسلمان نماها نسبت به قرآن توهین میکنند، نسبت به مقدسات توهین میکنند. این به سبب چیه؟ به سبب عملکرد ما مسلمانان است، به سبب عملکرد حاکمان مسلمان است. لذا عزیزان این تفاوت بین ما و اونها هست که اونها مسلمان حقیقی بودند، ما مسلمان بنام بودیم. از وجود اونها نفع به اسلام میرسید و مسلمین، از وجود ما ضرر به اسلام و مسلمین میرسد. ببینید امروز شرایط ما چقدر ما پایبند دین هستیم، چقدر پایبند احکام هستیم، چقدر پایبند دستورات خدای عزوجل هستیم. اگر نماز هست روزه نیست، اگر نماز و روزه هست حج نیست، اگر اینها هستن زکات نیست، اگر هر چهارتا هستن در معاملات مشکل داریم. اگر در معاملات درست بکنیم، درست عمل بکنیم، معاشرت ما، اخلاق ما، عادات ما، همه صفات بد متاسفانه در میان مسلمانان است. کدوم خانواده هست الا ماشاءالله که اونجا معصیت نباشه، اونجا گناه نباشه، اونجا مخدرات نباشه، اونجا مشروب نباشه، اونجا فیلم های مبتذل نباشه، اونجا عرض کنم اوریانی و بیپردگی نباشه؟ متاسفانه این هست شرایط ما و همین عرض کردم همین اعماله که سبب تأثیرات منفی برای در زندگی ما خواهد داشت. الله عزوجل فرموده که زندگی زیبا و حیات طیبه منوط به عمل صالح است. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. الله می فرماید هر کسی عمل صالح انجام بده، عمل صالح چه مرد باشه چه زن تفاوتی ندارد، به شرط ایمان، نه اینکه در عقایدش خرافات باشه، انحرافات باشه، شرک باشه. متاسفانه گاهی بعضی هستند که به همه اینها پایبندند اما عقایدشون مشکل داره، خرافات تو زندگیشون هست. ما باید بیایم خودمون را کاملا بسپاریم، همونطور که عرض کردم صحابه سپردن به قرآن و سنت. امروز اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان ما نیست، سنت رسول الله است، تعلیمات رسول الله هستند، هدایاتی که رسول الله به ارمغان آوردند هستند. ما بسپاریم خودمون را، اون وقت ببینیم فلنحیینه حیاتا طیبه. خداوند دو وعده فرموده،
یک زندگی طیبه و زندگی زیبا و زندگی پرسکون و به زندگی بهشتگونه که ابتداً عرض کردم، مثل زندگی صحابه که همیش امنیت، همیش اعتماد، همیش محبت، همیش سکون و آرامش. سرت را بر سنگی بگذاری هم راحت میخوابی، نیازی نیست قرص خواب بخوری. فلنحیینه حیاتا طیبه، این جزای دنیوی هست و جزای اخروی. ولنجزینهم اجرهم احسن ما كانوا یعملون. خدا میدوند که اونجا خدا چه اجری و چه پاداشی میده. ببینید صحابه زندگیشون در دنیا با چه عزتی. امروز از دور صحابه به عنوان زرین ترین دور، طلایی ترین دور تاریخ، نه تنها ما مسلمانان، مسلمان و غیر مسلمان، مورخان غیر مسلمان هم به نیکی یاد میکنن، مگر کسی که غرض و مرض داشته باشد. از دور صحابه به بهترین دور یاد میکنن، بهترین زندگی را در دنیا داشتن. و اما در آخرت همیشه ما در قرآن میخوانیم نوید بهشت، مژده بهشت و مژده رضای پروردگار، رضی الله عنهم و رضوا عنه. تمام صفحات قرآن مجید با این جمله زیبا شده. اما وضعیت ما با وجودی که از نظر امکانات، از نظر جمعیت، از نظر از کنم رفاهیات نسبت به اون زمان اصلا قابل مقایسه نیستیم، همه چیز داریم، اما چه وضعی داریم، چقدر پریشانی، چقدر التهاب، چقدر نگرانی، چقدر ناامنی، چه اختلافاتی فی ما بین. و آخرت خدا میدونه آخرت ما چی بشه، مگر اینکه خداوند خودش فضل بفرماید. لذا تنها راه نجات و تنها راه موفقیت در اتباع حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. الله عزوجل به همه من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید و خداوند عزوجل ما را دیندار کامل بگرداند. و السلام علیکم و رحمت